شهرداری دوشنبه روز 1 آگوست سال 2022 با نشر یک اطلاعیه ویژه خبر داد که وقت‌های آخر در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ، وایبر و غیره از نام رئیس مجلس ملی و شهردار پایتخت تاجیکستان رستم امامعلی صحیفه‌های اجتماعی قلبکی بازگردیده استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی به خصوص مردم شریف تاجیکستان و بیرون از آن را به گمراهی میبرند. شهرداری از همه شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواسته است که به این صحیفه‌های قلبکی گشوده شده به اصطلاح فیک‌ها اعتبار و باور نکنند. شهرداری از ساکنان خواسته است که برای حل و فصل مشکلات و نیازمندی‌های خود توسط کانال‌های رسمی مراجعت و درخواست و اندیشه‌های خود را به رستم امامعلی و تیم او بنویسند، از جمله توسط پست الکترونی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، پست الکترونی شهرداری دوشنبه، سامانه رسمی شهرداری، صحیفه‌های رسمی شهرداری و رقم وایبر شهرداری دوشنبه 992 985 95 22 22. این هشدار شهرداری پایتخت تاجیکستان در حال نشر شد که چند وقتی آخر در شبکه‌های اجتماعی اعلان‌های فراوان از جمله برخیش با عکس‌های رستم امامعلی پیدا شدند که در آنها از نام شرکت‌ها و برندهای مشهور چون خوندای، تویوتا و دیگر مردم را فریب می‌دهند که گویا این شرکت‌ها برای آنهایی که به صحیفه‌های آنها عبور شوند هر روز چند ماشین توفه می‌کنند. این صحیفه‌های فیک اعلان خود را به زبان تاجیکی نشر می‌کنند. این باعث فریفته شدن صدها ساکنان زودباور تاجیکستان شده است. این مردم به این اعلان‌های دروغ باور کرده آنها را در صحیفه‌ها و گروه‌های گوناگون بازنشر می‌کنند و امید می‌بندند که صاحب جایزه می‌شوند. روزهای آخر با مقصد جلب آدمان باز هم بیشتر این صحیفه‌های فیک اعلان‌های مردم فریبانه خود را زیر عکس رستم امامعلی نشر می‌کنند. رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 34 سال داشته، از سال 2017 رئیس شهر دوشنبه و از سال 2020 همزمان رئیس مجلس ملی پلات بالای پارلمان تاجیکستان است. رستم امامعلی را بسیاری‌ها وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش نام میبرند. امامعلی رحمان که از سال 1992 اینک قریب 30 سال باز رهبری تاجیکستان را در دست دارد، 5 اکتبر سال جاری به سن 70 میرسد.